ما و جنوب ازبکستان هم کمیسیون مشترک دیلیمیتاسیون و دیمارکاسیون سرحد جمهوری تاجیکستان را داریم. همه شما رفیقان که واقف هستید و می‌دونید که ما زیاده از 1000 کیلومتر سرحد جمهوری را در سرحد جمهوری هم دیلیمیتاسیون گردیده است و هم راتیفیکاسیون شده است. راتیفیکاسیون چی معنی دارد؟ شما می‌دونید که ما پیشنهاد همقراری حکومت جمهوری است و با مجلس جمهوری پیشنهاد گرفته است و این نوشته‌ها عملی کرده شده است که ما بعد این میتونیم کارهای دیلیمیتاسیون یعنی همون مرزگذاری را تا آخر بریم. امروز همگی اگر خطا نکنم 90 کیلومتر نوشته‌جات نشده است. مرز بحثی که وجود دارد در سرحد جمهوری ما با جمهوری ازبکستان است و من فکر میکنم که کمیسیون مشترکی که از طرف ازبکستان است و هم از طرف تاجیکستان است در این سال 2014 برای روزنامه کاری خود را به یکدیگر موافقه نکرده است، موافقه کرده میشود و باید این زمینه‌های بحثی باید دیگر به یکدیگر پیشنهاد داریم. سلام باشید.